همونطور که هفته قبل گفتم من تنها ام. حالا البته باز نیاد به من بگید نمیدونم تو تنهایی دلمون کباب شده اینا. من حالا یه چیز گفتم، یه درصد شوخی هم قاطیش بود، یه درصدی اینجوری نگاه نکنید منو. به هر حال قرار نیست شما مثلا چیز کنید که آقا امیر حسین وای تو چقدر تنهایی، موزیک غمگین بذارید روش و اینا. من که نمیخوام شما رو ناراحت بکنم، خدای نکرده. یه پیامایی من گرفتم، سلام من از نمیدونم یاسوج به تو پیام میدم، از نمیدونم همشهریای خودم از لرستان مثلا من به تو پیام میدم بیا از تنهایی درت بیارم. تا اینجاش هم باز اوکی بود، ولی اون جوجویی که آخرش نوشتی چرا آخرش بیا از تنهایی درت بیارم؟ جوجو کی تا حالا بچنین پاسخ چیزی پاسخ مثبت داده؟ من جوجو چرا باید بیام تو منو از تنهایی در بیاری با اون هیبت؟ نمیخوام، ترجیح میدم یک جوجوی تنها باشم، تو تنهایی خودم بمیرم.